از اونجایی که آیفون 17 حسابی سر و صدا به پا کرده، تو این ویدیو چند تا از عجیب ترین گوشی ها رو بهت نشون میدم. هر گوشی که داشته باشی مطمئنم آخری رو ترجیح میدی. اولیش این گوشیه که 2 تا صفحه نمایش داره و موقع فیلمبرداری دستاتون اذیت نمیشه. بعدیش این گوشی نوکیاه که درست قدیمیه ولی میتونه موقع فیلمبرداری این شاهکار رو بهتون تحویل بده. این گوشی هم جدیداً تولید شده ولی صفحه نمایش سیاه و سفیده و نمیدونم چرا یه آدم عاقل باید بره این گوشی رو بخره. برعکس بقیه گوشی‌ها که هیچی توی جعبش نمیذارن، این گوشی گیمینگ پر از آپشن و 2 تا دسته گیمینگ داره که به خود گوشی وصل میشه و باهاش میتونین هر بازی رو پلی بدین. این گوشی هم کاملا ضد ضربه است و اندازش مثل یه آجر سنگی بزرگه و حتی توی تبلیغاتش گفتن که باهاش میتونین گردو بشکنین و از ارتفاع زیاد بندازین و هیچ بلایی سرش نیاد. قبل از دیدن آخری اگه تو هم طرفدار آیفونی این ویدیو رو لایک کن و اگه سامسونگ یا شیائومی داری تو کامنت های قلب بذار. آخریش آیفون 17 پریمیومه که داخلش از طلای 24 عیار استفاده شده.